ҳадафи дигар аз сафари ҳайати намояндагони мақомоти дахлдори Тоҷикистон ба Русия анҷоми мулоқоту вохӯриҳои судманд бо ҳамватанони бурунмарзӣ бохабар шудан аз вазъи будубош ва кору фаъолияти онҳо дар кишвари иқомат мебошад. Имрӯзҳо муносибатҳои дуҷонибаи стратегии Тоҷикистон ва Русия муваффақона густариш ёфта, мулоқотҳои мунтазами сарони ҳарду давлат ба таҳкими бештари ҳамкориҳо дар соҳаҳои афзалиятнок заминаи мусоид фароҳам овардааст. ضمن برگزاری همایش تاکید گردید که در زمینه تطبیق سیاست موفق و باروری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و عزم و تلاش خلق تاجیک در تاجیکستان اقدام و تشبسات سازنده عملی شده ساکنان وطندوست مملکت اهلانه و با هم به خاطر شکوفایی سرسبزی و پیشرفت وطن مقدس همان تاجیکستان زحمت کشیده به دستاوردهای بزرگ نائل گردیدند. سال 2023 سرعت رشد در تاجیکستان 8.3% تامین شده است. در ادامه گفته شد که جهت استقبال سزاوار از جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خلق تاجیکستان با احساس و افتخار والای وطنداری با جانبداری عمیق از سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر آباد و زیبا نمودن هر گوشه وطن بنیاد کارخانه‌های خرد و میانه استحصالی و خدمترسانی ساختمان و تعمیر راه‌های اتومبیلی، پل و نقب‌ها، مؤسسه‌های ساحه معارف و تندرستی، فرهنگ و ورزش و در این زمینه تأسیس جای‌های نو کاری سهم می‌گذارند. سپس از جانب مسئولان اقتدار و ظرفیت استحصالی، سطح خدمترسانی و حجم صادرات مال و محصولات از ولایت ختلان معرفی گشته، به حاضرین معلومات دایر به امتیازهای پیشنهاد شده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و صنعت‌های معیاری حقوقی ساحه پیشنهاد شد. هموطنان برون مرزی همان صاحبکاران تاجیک مقیم فدراسیای روسیه آمادگی خود را جهت بنیاد و ساختمان کارخانه‌های استحصالی، راه‌های محلی، انشاءات اجتماعی و مؤسسه‌های تحصیلاتی از جمله تا مکتبی بیان داشتند. ظفر خیمزاده، خورشید سید احمد، حبیب الله خوشبخت، فدراسیای روسیه برای برنامه اطلاعاتی اخبار.